تصاویر کاملا سکسی و برهنه فرزانه ناز که اصلا باورتان نمی شود. فرزانه ناز در دبی مصروف چی کار باره است؟ درآمد و مصارف فرزانه ناز را در دبی کی می دهد؟ دلیل دوری فرزانه ناز از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند جوان، موفق و با استعداد کشور بود که در سن 18 سالگی میخواست دختر سینمای افغانستان شود، اما در راه سینما موفق نشد. وی هنر آوازخوانی را انتخاب کرد و توانست با سرودن آهنگ‌های بیشمار دری و پشتو جایگاه هنری خاص در میان مردم افغانستان برای خودش کسب کند. فرزانه ناز دیر نگذشت که شهرت خوب در میان هنرمندان کشور برای خودش کسب کرد، اما راه هنر موسیقی را به طور کامل وداع گفت و میخواست دختر سینمای هندوستان شود. فرزانه ناز با نقش بازی کردن و رقصیدن در چندین فیلم ایندی نتوانست خوب بدرخشد و کشور هندوستان را به مقصد دبی ترک کرد. در کشور دبی کاملا از راه هنر سینما و موسیقی دوری گزیده و تنها در صفحات مجازیش از جمله تیک تاک لایف می آید و با چهره های مشهور و سلبریتی کشور ما گیم بازی می کند. چند قبل تصاویر کاملا برهنه و به دور از تصور فرزانه ناز در صفحات مجازی درس کرده است، اما تاکنون فرزانه ناز درباره حقیقت نشر این تصاویر و ویدیوها در صفحات مجازیش ابراز نظر نکرده است. این همه در حالی است که تاکنون فرزانه ناز بیان نکرده توسط چی کسی در کشور دبی حمایت می شود و این طول لباس های کاملا برند بر تن می کند. ولی هر کس خودش می داند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.